رنگ ضد صهیونیسم بر بوم اجلاس ضد نژاد پرستی. انتظار چند روزه برای سخنرانی رئیس جمهور کشورمون در اجلاس جهانی ضد نژاد پرستی به سر اومد و احمدی نژاد رأس ساعت 17:30 به وقت ایران پشت تریبون رفت. تقریبا همه شبکه‌های مهم خبری دنیا این سخنرانی رو برای چند صد میلیون بیننده در قاره‌های مختلف جهان مستقیم پوشش دادن. هنوز صحبت‌های رئیس جمهور شروع نشده بود که طرفداران اسرائیل دست به کار شدند. رب العالمین الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیة و النصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه. من از همه حضار عزیز استدعا دارم که اینها رو ببخشند. اینها بی اطلاع هستند.